نام خدا با عرض سلام با یکی دیگه از مجموعه های آموزشی سایت ادیوسفا در خدمت شما عزیزان هستم. تو این آموزش میخوام در مورد اینستاگرام صحبت کنم و استانداردهای ویدیویی اینستاگرام در حد سوادم، در حد معلوماتم، یه سری معلومات رو حالا تا دیگه میشه به شما انتقال بدم. ببینید من میخوام یه ویدیویی رو حالا تدوین کردم، مثال حالا این ویدیوی من نیست ولی خب در مجموع و میخوام حالا اینو بیارم تو اینستاگرام و با عنوان حالا یه پروژه اینستاگرامی رو معرفی کنم، یا نه اصلا میخوام یه سکانس جدید تو برای اینستاگرام تدوین کنم. خب نیو پروژکت رو میزنیم، یه پروژکت جدید میسازیم. خب حالا یکی از این پروژکت ها رو اساسا باز میکنیم، یک تیکی داره اینجا به نام کاستومایز دلخواه، این رو میزنید و اوکی میکنید. کاستومایز باز شد، پنجره پروژکت سیتینگ هست. ببینید قسمتی داریم به نام فریم سایز، اینجا رو میزنید روش، روی مثلث باز شو، پنجره باز شو، گزینه کاستوم رو باز میکنید. حالا چی کار میکنید؟ میگیم آقا چون ببینید افقی به عمودی، عمودی به افقی فرق میکنه، این الان یه تصویر استاندارده. ما میگیم بخوایم اینو برعکس کنیم، چه کار باید بکنیم؟ میگیم 1080 در 1900 چند بود اسخای میکنم قاطی کردم 1080 در 1920. حواسمون پرت. خب به این توجه نکنید. خب اکسپت رو روی حالت پیکسل اکسپت میذارید، 1:1 میذارید و فریم ریت هم بستگی به خودتون داره. من فعلا رو همین 25 فریم نگه میدارم و بقیه چیزها هم نیازی نیست دست بزنم. حالا اینجا ببینید وقتی که روی این حالت میایید اینجا دقت کنید ستاپ، چون اینجا اوکی رو باز نکرده، میگیم باید تغییر بدیم. میگیم خب باشه گرس ولی HQ X فاین رو میزنیم. بله قبول کردش، اوکی ثبت میکنیم تو باشه. اینجا بذاریم ببینیم چی شد. دیدید افقی به عمودی، عمودی به افقی تغییر کرده. حالا میتونید ویدیو مد نظر خودتون رو وارد کنید و به فرض ببینید، ملاحظه کنید ویدیو رو ملاحظه میکنید. به چیزی که توی اصطلاح اینستاگرام میبینید به همین شکل هست و فقط چون تصویر ما تصویر استاندارد هست به این شکل نشون داده میشه. اینجا دیگه برای این کار خاصی نمیشه کرد. دو تا کار میشه کرد. یکی بعضیا میان توی حالا استانداردهای جدید توی تصاویر معمولی، ببینید خودش آموزشه، تصویر رو برمیگردن فلیپ میکنن. خب توی اصطلاحاً ادیوس افکتی داریم به نام ترانسفورم. ترانسفورم هم نباشه خود لیتر هم میشه، ولی خب من ترانسفورم رو به تصویرم اضافه میکنم، اضافه شد، بازش میکنم ترانسفورم رو، با لیر هیچ فرقی نداره. خب روتیت رو روی 90 میذارم، اینجا بهتره. خب روتیت الان اومده روی 90 و تصویر برگشته. حالا یکم اینو اصطلاحاً استریچ رو اندازش رو میارم روی 155، کمی بزرگتر باید بشه، 180 خیلی بزرگ شد، ببینم چقدر، نه خوبه، تقریبا 177 خیلی خوب. یعنی بعضی از حالا ویدیوهایی که میبینیم میگه آقا تصویر رو ویدیو رو بچرخون توی اینستاگرام، به این شکل ساخته میشه. یه تصویر معمولی هست اومده اینو به این شکل تغییر داده. حالا بعضیا دیگه همش هم این کارو نمیشه انجام داد، اینو ور میداریم میشه. حالا چیکار کرد؟ چی کار دیگه میشه انجام داد؟ میشه این تصویر رو از دو تایی کرد، سه تایی کرد، یا حالا یه کار دیگه هم میشه کرد. من یه کپی از این تصویرم میگیرم، بالاش بالای یه لایه تصویری اسخای میکنم، اینو قرار میدم، درسته؟ ببینید تصویر زیرم رو میرم رو حالت لایتر و اندازش رو بزرگ میکنم، یعنی استریچ رو اصلا میتونم همینجا اینو بکشم بزرگ کنم. تمام.
خب دیگه حد وسط رو در نظر گرفتم، ولی فکر میکنم خیلی خوب در نیاد. درسته؟ خیلی خوب. حالا میام از قسمت افکت ویدیو فیلتر، یکی از اون بلار که نه، ولی خب حالا اسمش بلار رو به کارم اضافه میکنم تا یک مقدار مات شدگی به تصویرم بدم. میتونید از یه بلار دیگه هم اینجا بوده اگر اشتباه نکنم، بذارید ببینم کجاست. گیوسیم بلار، این بلار هم بلار خوبیه. خب حالا تصویری که بالایی بود تصویر اصلی ماست رو لایتر رو باز میکنید، کمی اینو بزرگترش میکنید، ملاحظه کنید. پس 3 تا تکنیک تا حالا بهتون آموزش دادم، حالا بعدا هم تکنیک های بیشتری بهتون آموزش میدم. امیدوارم. حالا برای خروجی چی کار کنیم؟ ببینم F11 رو میزنیم، خروجی چیز خاصی نداره. HQ 264. اینجا ما یه اشتباهی احتمالاً انجام دادیم. خب بعد چیکار کنیم؟ بعد بیایم تو قسمت پروژکت ستینگ، کورینت ستینگ، تنظیمات فعلی، چنج کورینت رو میزنیم، ببینیم ما اینجا چه اشتباهی انجام دادیم. احتمالاً مال صوتشه. 4800 میذاریم، احتمال میدم مال صوتش باشه. F11 رو میزنیم، بله مال صوتش بود. خیلی خوب. MP4 H264 رو خوبه، همون چند ثانیه خروجی کفایت میکنه. خب حالا میریم تو پوشه اینستا ببینیم چی شد. بله به همین زیبایی ما تونستیم یه ویدیو برای اینستاگرام آماده کنیم. 2 تا تکنیک خدمتتون عرض کردم، امیدوارم براتون مفید و کاربردی بوده باشه. موفق و مؤید باشید.